معمولاً در مقابل حوادث ناراحت کننده اطرافتون چطور واکنش نشون میدید؟ اگه در حال رانندگی باشید و راننده ماشین کناری یک حرکت خطرناکی انجام بده و بپیچه جلوتون، شما چه عکس‌العملی نشون میدید؟ روانشناس‌ها میخواستن بدونن که آیا بچه‌ها فقط به وسیله پاداش گرفتن یا تنبیه شدن یه چیز جدید رو یاد میگیرن یا نه اونا به صورت خودجوش با نگاه کردن به بزرگترها مطالب جدید آموزش میبینن. اومدن یه آزمایش ترتیب دادن. بچه‌ها رو به 2 دسته تقسیم کردن. یک دسته به مدت 10 دقیقه در معرض تماشای فیلم قرار گرفتن که تو اون یه فرد بزرگسال در حال زدن یک عروسکه و هنگام زدن فریاد میکشه بزن تو دماغش، پرتش کن تو هوا. دسته دوم این فیلم رو تماشا نکردن. بعد این بچه ها رو بردن توی اتاق و عکس‌العملشون رو نسبت اون عروسک ضبط کردن. دیدن بچه هایی که اون فیلم رو تماشا کرده بودن وقتی با اون عروسک تنها می شدن حرکات پرخاشگرانه از خودشون نشون می دادن. دخترها بیشتر پرخاشگری کلامی داشتن و پسرها پرخاشگری فیزیکی. اما بچه‌هایی که این فیلم رو تماشا نکرده بودن مطابق سرشت خودشون با اون عروسک یا بازی میکردن یا بازی نمیکردن. پس وقتی ما یک کاری رو انجام میدیم لزومی نداره که حتما به بچه‌مون بگیم بچه ببین من این کار رو انجام دادم یا این کار خوبه یا اون کار بده. شما هر کاری انجام بدید بچه‌هاتون از شما الگو برداری میکنن. اگه دوست داریم فرزندانمون انسان‌های مفیدی باشن و زندگی خوبی داشته باشن اول به خودمون نگاه کنیم. ببینیم خودمون در حال انجام چه کارهایی هستیم.